اسپنج بلابند برکت تقشان اخشبند به دخترها سمرغند چشمی کسی کنی با اسپنج کنم نظر نشی بند کنم خبر رشی مستر $1 بخشش بیاد اگه مستر $1 بخشش. Very good, thank you. باش فرازم فرازم اسپنج بلابند برکت تقشان اخشبند به دخترها سمرغند اسپنج بلابند مطرح مفت اسپنج میکنم پاسش دختران مریض است. اسپنج بلابند اسپنج بلابند من تو را مفت استان نکنم اسپنج بلابند شاین اسپنج به دختر سمرغند اسپنج بلابند من تو را خاله مفت اسپنج میکنم پیسش هم سر میتر اسپنج بلابند چی چیزا هردم مستر بخشش پیسه بده یا ساکه انقلاب مستر بخشش پیسه بده. Very good, thank you. مستر مرا چی میکنه؟ مرا فیلم برداری میکنه اون زنها را فیلم برداری کنه مرا چی میکنه؟ حال طالبا بیایا گال پرده خود در ایران بانی Salva ne tutuyor? Yemin ederim ya. Buraya.
قشای نقشبند به دختر از آقا جیگودگوان اسپنج بلابن برکت قشای نقشبند بلابن برکت قشای نقشبند به دختر از سمرقند. شما چی بلا میخوایی که جمعیه شفاخانه بند میشه و نرسا گریخته دکتران نیست بیخی هیچ کس نیست شفاخانه بسته بشه و نمایدست بیداری میره شما چی میکنی اینجا؟ مدیر اداری کجا میره؟ دو ماماش ما بیادر جان سرتون چطور کن؟ و برو پرسان که میره دیگه وی الله بخه بچیم که بریم گیرش کنیم کجا میریم؟ دخترکم خوش کردی؟ آماده وارو مادر من ماشتره داده نمیتونم پیسه ندارم تنگه ندارم قرآن خدا ندارم به تو بتونم خیلی چطور کنم دیگه چی کنم میخوام ما که بابا سنه نمیرسم وارو مادرم صدقه چه اومد دکتر شفاخانه نیست و مدیر شفاخانه بیبی جان از بسم نمیشه من چیزی ندارم از خود به شما بتون شما حکومت کی چیزی نتم از کجا بتون بیبی ماتینه بیبی بیانه ایجا شفاخانه زده و زخمی تکه تکه البته نیست ولی از شرافت بیبی جان ولی از خدا مرا خواهی میگی ما میگم که از ما رفته بود بدون ما را منمورا برده طالبا برده تکه تکه حالم بد میگه که بزدکم جام خصاب غم گوشتی چرمورا خورد میخرم برام مادر جان همشیره چرا دیر کردی؟ یک وضعیت پدرم خراب است دیروز کده خوب نشد؟ نه از دیروز کده بهتر شده وی بخی زیاد شد؟ زودتر بیا دکتر صاحب عجله کن نه بیادر اینا پدرم وضعیتش خوب نیست دکتر صاحب عجله کن دکتر صاحب بیا بیا وضعیت پدرم خوب نیست دیروز خوب پدر خوب بود چرا؟ این شوت حاله بسیار وضعیتش خراب شده پدرم عزیز میره پدر جان نفسایی بلند بلند پدر جان چطور هستین؟ خوب هستم تا جانم بسیار درد میکنه باش کم وقت دگان بسیار مریض ناجور است نداره بیچاره و غریب است کتیش یک کمک شویم تو خوش شکر خوب شدی بیادر اکسیژن نداریم خلاص شد اکسیژن ما بیا پکا کویره بیادر جان دیگه چاری نیست پکا کنین دخترکم بیا اینجا در خارجی که استاده نه ملاسه تا سره محرم شته ده چې د کوره وتلی بیادر مامرای پدرم اونجا مریض استک شفاخانه آوردیمش له چا سره راغلی تا ملاسه کتی ما آمدن تاسو کې وایم تاسو کې ما شوهرش هستم بیادر مامرای پدرم اونجا مریض استک ته چې دلته یې دا زنانه ولې دا محرمه ته د خلکو سره غږیږي نه باید چې وغږیږي ببخشید ملاسه بی ناموسه بی غیرته ما پدرم نفس تنگی داره
پکر میکنم. رفتن مادر. دخترکم بیا که کس نبینید. I'm doctor. I'm here to take care of the people. Pourquoi? Où allons-nous? Where are we going? Je suis docteur. Why you running the people inside? Je suis là pour soigner les gens. Vous n'avez pas le droit de faire ça. همشیره بیا سیروم بکشم. مگه سیروم بکشم خو پدرت میمره. چرا چی دیگه مجبور هستیم. خانه اگر ما در خانه کتش کمک شم بر ما تنخواه میدی؟ بیا خدا مهربان. بیار بچه مموز زودتر. بیادر جان اگه مرا در خانه برسانی سرمان وقت میشه. بچهشم یک دقیقه صبر کنم. یک دوش شروع هم پدر من بتم. مکتشان میرم مردم راشان نیست تا بازارشان ندم. خنزيرة او بے شرافه او بے ناموسه ولا خپل خزه په باسکل سپارای دي بدن معلومې دي سني معلومېږي د نارینه او شوق باندې راځي. خپې دې پټې که ملا صاحب ببخشید دیگه ای کار نمی. زی له دې ځای نه ورځئ. بیادر جان سبا پشت ما میایی؟ تو دیگه یک بچه پیدا کنم آمده نمیتونم. مادر سر زخم ما چی نمک پاش میدی؟ بیاد سرم خار خوش شده و خاک سرم باد شده. چه کنم دیگه؟ شرم نداری یا نداری گفتم کن بچیم نبر دختره گرفته دورگیان یک گپ سر شود چی کنیم خاک سر خود باد کنیم بچیم هی خدا چی سنگ غم است که سرمو میبره. کاش که پدر از دختر زنده می بود که نانآور خانه ما می بود. و خدا در جنگای کابل هم از پیشم گرفتیش. کاش که بیدرکم زنده می بود. در جنگ رسو شهید شد. سایه سر مادر می بود.
گوش که این دختره کنم بچه می اور میرفت کتی مکور خدا گوش که زنه پیدا نمیکنه. زن پیدا نمیکرد بچه بردیدنی مگم زن و مرد فرق نداره پیچیم سفید شد فرق ندیدم زن و مرد بچه خدا بردیدنی پیدا و مرد و زن بکار باشه مرد و زن بکار اگر بدبخت است هر دوش بدبخت هر مرد را که ریش شکل کنه چادری بسرش کنه عین زن است هر زن که مویایش قیچی کنی کلاه مردانه در جانش کنی عین مرد است اینال من خودم مویکایش مچنم باز خودت برو کلاه پدر خدا بیامرزشه کوتاه کو در جانش کو شو که خو کنه صبح خیز عین مرد است. بیبی چی میگی؟ مرد طالبا بفهمن گیرم کنن میزنه میمرم. ترس نخو بیری میبره اگه فکر تا بگیری باعث مرد هستی بچیم تو هیچ فکر نکنی که من دختر هستم تو خب بچه هستی گل بیبی خود عقل مردم در چشم مردم است دخترکم اگه تو کار نکنی از گشنگی خود میموریم گل بیبی خود همون مثل همون قصگه که قدیمی را که برد کده بدم یادتر کو سانسی مرغک در یک خانه بود نبود یک بچگک کاکل زریب ای پدر از این مردم ای بچه دیگه بر یک لقمه نان شب و روزی کار میکرد از است کار دیوانه شده بودی بچه دیگه گفت خدایا پیش آرزو دارم که من کاش که دختر میبودم که هیچ کار نمیکردم این میگه که پیر دانا شروعش میگه برو از کمانستان تیر شوی بچه دختر میشی میگه کمانستان از چی پیدا شده میگه کمانستان از جهان پالوان بر ما یادگار مانده کار درد و غم داشته باشیم که ببینیم درد و غم ما گم میشه میگه بچه تیر شوه دختر میشه دختر تیر شوه بچه میشه دخترکم بخیز Hello
تازه باش. از شهر جمعگی میرد. سر زنده باش. شما دستا جار باش. خوارک تو دیگه از آمد نکش. ببخش خوارک. چندگی سرت باشه بیادر جان. مادر بسم الله دختر نترس بچه گلم کنسلی بسم الله سپنج بلابان برکت قشنگ اختر شناخت میای تقیچی کدی پیسه میتونه کلای مردم صد میفهمونم سلام بیادر جان. و علیکم بسلام. رحیم جان میشناسین؟ کدام رحیم جانه؟ رحیم جان چپ دست. نه خیر نی. همو که در جنگای کابل شهید شده بیادر. بیادر جان چطور نشناختی؟ در 14 سال جهاد شما یک جای بودین. اینه بیادر جان من زنش هستم. بسیار میبخشی خوارک نشناختیم. مالی شناختم. چطور هستی؟ خوب هستم بیادر. دخترکت خوب است؟ اینی بچگک دخترم است. بیا خوارک داخل پسخانه. خوارک شما چطور اومدید در این روز خطرناک قرار دادید به همراه دخترک؟ چطور کنم بیادر جان؟ پیش خودت آمدم این دختر که من بچه ساختم. امیر بر شاگردیتان قبول کنی ندارم، پریشان هستم، غریب هستم. بیادرک تا من دیدی که شهید شده. نال غیر دربار خودتان دیگه من چی چاره دارم؟ سیاسر کجا برم؟ و نال خود درست است که دکانی که من کردیم اینجا کار نیست، غریبی نیست. من بیکار هستم. میرم مقام خرچ خودم اگرم اگر پیدا کنم یا نکنم. بیا در امید خدا و خودت آمدیم خیمه دیگه چی چاره دارم؟ یک لقمه یک نانم که برای من روی کنی اونم بستم از بچه گلم که خانه رفتی زودتر بخوای پس بیایی پیش ما سر کارت. خدا وسیله تکنه. زنده باشی. خدا مهربان است مادر. تشکر بیادر جان. برو بچه که بریم دیگه. بچه زود پس بیایی سر کارت.
برو بچیم که بریم خیلی ببینی بیادر خدا زنده باشی. چی گپ شده؟ بچه شد صدای تیزره غور بساز که بساز صدای نرمت بچه شد و دختر بیترس هیچ گپ نزنی صدای دلبری دارم بچه شد والصلاة رضي وخلق مادته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وضو گرفتن خو میکنی؟ بی نه بچه متنی هر چی که من کردم همه تو کو بریم بچه الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر ما بچیم تربیت دخترم برو خانه که ناوقت است خیر میبینی کاکا
خدایا چی کنی تو دختر؟ بچیم تو چی کردی؟ در بیرو ما هیچ چیز نکردیم مادر. طالبا سرت خبر شدن حال ما چطور کنم؟ ما هیچ چیز نکردیم. خاک دست سرکت. حالا زود شو دختر، تو رو میگم. دختر حکم بگی بخور بچیم نانت نمیخورم مادر خواب میگی. چرا بچیم نمیخوری؟ نان تا باز مریض میشی که نخوردی. مریض میشی بچه جان مادر خود برای قصگک خوبش میکنم که باز دخترم خواب کنه. بچه گل مادر ناجور میشی صدقه چه مریض نشی. بچه دخترکم دوست دارم صدقه تو شد. هم سانه 30 سانه 30 مرغک بخونه هاش پختم دانه بود نبود یک بچگک کاکلدری بود. یه بچگک پدرش مرده بود. یه بچه 4 خور داشت بیچاره. یه گفت خدایا میرفت کار میکرد تکه تکه مونده یه میامدی بچه میگفت خدایا پیش تو آرزو دارم
که من دختر باشم. خدایا هیر نه دیگه که یک بابت پشوریش میگه زیر کمانستم که تیر شوی دختر میشی. میگه کمانستم چیز برای بابا میگه. بابا برای صدا میکنه که کمانستم بعد از وقت بارانا پیدا میشه. از زیرش که تیر شوی دختر میشی. اگر دختر تیر شود بچه. خیلی بچه که بریم. خیرت است ملا صاحب، خیرت است. بریم بشتیم بچه‌ک. بچه‌ک چی میکنی بچه‌ک؟ نبریمش. حتیم از بیچاره شاگرد است. هیچ امکان نداره که نبریم. نه ملا صاحب لحاظ خدایی که غلط نگی. نه نبریمش. غریب است. هیچ غریب هم باشه. یک گلاس شیر نوش جان کن ملا صاحب. بچه زود. بگیریم ملا صاحب شیر نوش جان کنین. چطور هستی؟ ما را کجا میبرن؟ میبر پیش بلادن جنگ یاد میتار. ما را بندی خانه میبرن، تو چی میگی؟ یای چی میکنم؟ یاردم ما را طالب میکنم، لنگی میتم با ما. با ما لنگی میتم. بگه لنگی ره بچه بگه چه قسم بسته کنم؟ بیا که بریم. بگه سرت خم کو که من لنگی تو بسته کنو. سرت خم کو که من لنگی تو بسته کنو. لنگی کردن، لنگی زدن از ما یاد بگیر. ازی کو دارم باشه باشه. این موتر خراب شد چالا نمیشه. باشه پشت داره. قرآن مجید تو چاز دادای چطور کنم من یاد ندارم. چوب تو بی
خنزیر بچه‌نو بخوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إلا هو العالم الغيب والشهادة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أسرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بیا بالا نترس بیا برای بیا بالا بیا نه بیا بالا برای بیا بالا برای بی غیرتی نکن تو را میگم بیا برای بیا برای بالا بیا 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 اینجا بشی برای بالا بیا برای بالا نمیشتی مرد دستی بته نمیغلطی مرد دستی بته نمیغلطی بیازید منو پایین کو بیازید منو پایین کو ببر منو پایین کو میفون بیا تاشو بیا نرم بیا تاشو بیا پایین شو مر پایت سر شنای مبان بیا اختار ترفو فهمیدیم که امروز برای چی آمادیم و من برایتان درس میدم. درس همیست که کار بایدم شما رو شیطان بازی میدنید یک چیزی به خوابتان میآید. این بیاید شیطان که بازی چی میکنه؟ اینه یک غسل است، غسل جنوبت، غسل عبادت، دیگه غسل سه غسل سرتان میدن. چی رقم غسل میدیم؟ ببین شما میگین اول ایره دستایتان میشورین، چولایتان زیر چوله، ای بغل چولتان میشوری، ای بغل چولم میشوری، زیر چولتان اگه میشوری.
اینا رو برایتان عملی نشان بدم کاره. عملی چی رقم که کلتان یاد بگیریم. فهمیدین؟ سعی کنین. یعنی تو فهمیدی؟ این جامعه است. اینو خوب ببینیم. فهمیدین؟ این سی دیگر سعی کنیم یک دفعه. اینو به فرق سر میبینیم. اینو سعی کنیم یک دفعه. اینه. اینه. دیدیم این یه حالت هست نه؟ یه حالت برای ششتا میکنه با من معلوم نیست بدونه به خدای پاک کی از این طرف است یا از این طرف به اختیار خود است نفهمیدیم بازی را از طرف دست راست 3 دفعه این ششتا میشه فهمیدیم یه 3 دفعه دست چپ این ششتا میشه نه؟ بالا بیا بچه فهمیدی؟ اناله که کلتان دیدیم که نمه ایلوریتان یک دفعه خوب سعی کنیم کلتان که ببین که یک دفعه اینه این ترجمه است که ببینیم هر کدومتان تا بالی هیچ ندیدیم نه؟ اینه ببین یک دفعه اینه سعی کنیم یک دفعه کلتان ببینیم یک دفعه خوب سعی کن اینه این ترجمه است اینه سعی کن که یاد بگیریم خوب انالی چی میکنی؟ یک دفعه ایره میشوری در این معلوم نیست این به مابین آویزان هیچ نمیفهمید با حالت چیز دانستیم اینه باید او میده سعی کن 3 مراتب دیدیم کلتان ببینیم یک دفعه و جای کی او قصه نمیخوره این تعمی که یک جای او بسیار است اینه ببینید سعی کنید کلتان ببینید یک دفعه اینه اینه یعنی قسل کو پای درد میکنه اول پایت بشور که باز قسل کن بیا پایت بشور بیا کالایت بکش وای خیلی که پایت درد میکنه پایت لچکو اول پایت بشور باز بیا کالایت بکش یا قسل کن وای سختیست چی حال است ای خدا بیا نه خود بیا یا خیر است دیگه وای وای دیگه من بیام باز اون پایت بکشم او بچه نفهمیدی 3 دفعه طرف راست 3 دفعه طرف چپ 3 دفعه مابین این بچه فقط بچه رقم قلمان بری بیشت قلمان بری همین تمیدیم الله صاحب غلمان چیست؟ قلمان بچه های که دختر نماز به بیشت هست
راست کی میگه دختر شده که بانه کی میگه بچه نامش چیست اسامه است همه تلاشش میکنه باید میکنی پدر دی کار کردن نمیتونه تلاشش میکنه برو حرامی برو به خدا بانو میتون برو کجا رفته؟ چی میگی؟ کجا رفته خلیفه؟ پاکستان رفته. اینی را خلیفیت برات مانده خو که میگه خنک نخوری. بچیم نگو کجا رفت؟ وقت از مدرسه آمدم همسایش پرسان کردن گفت پاکستان رفت چطور کنی؟ خیره بچیم یک در بسته 100 درواز خانی هم پولی خانی ما خانی همسایه توی است کلاگاکای بچگانی تا بکش کلای دخترانی تا بپوش برو که بریم هم اینجا کار کنیم برو طالبا به کابل خانه کرده بچه طالب پیشاری کابل آواره کرده بچه طالب همه عکس داماد هم روی شمشیر بیاریم بچرسی و بنگی و خمار باز بچه طالب خمار باختی کی میبری باز بچه طالب که طالبا به کابل خانه کرده بچه طالب پیشاری کابل آواره کرده بچه طالب بچرسی و بنگی و خمار باز بچه طالب خمار باختی کی میبری باز بچه طالب که طالبا به کابل خانه کرده بچه طالب داماد کجاست؟ بگم که ایران است بچرسی و بنگی و خمار باز بچه طالب خمار باختی کی میبری باز بچه طالب چپ جان که طالبان آمده میگه سلام علیکم. چی گفت است خانه؟ مادرم باز رفته. گوری ولکنو بعد وقفه نه نظامی درسونه شروع کردی دیگه دیونه باسی شا؟
چیکار بسته؟ سر دیگه چیال ننداختی؟ برو بریم چیکار بسته؟ هرمیا چی بازی دادیم شما را؟ برو بابا دروغ نگو. دروغ نگم برو. دروغ گویا هرمیا. نه دختر کی میگه دختر؟ اگه بچه تا درخت برو سمت درخت نتاز برو. بیبی بچه است نر باری بچه است. بیبی نمیدون اگه بچه است. دختر درخت بالا شده مثلا نر باری بچه است. اسپندی دختر کنست چرا دروغ میگی بچه نر باری بچه اسپندی بیا ساستا پایت دیم دی شاخه بیا 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 ساستا پایت دیم دی شاخه نترس بیا 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 پیشتر بیا نترس پایت دیم دی شاخه بیا نترس بخیر
دختر است. دختر است. یعنی چی؟ Am I free? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورونو او محترمو لیدونکو تاسو چې دلته منګه راغون کړی یاستئ د دې دپاره راغون کړی یاستئ چې زموږ د طالبانو د ورونو سره کښېنئ او شرط سره وکړو په دې خاطر چې د هغه طالب د قانون او د دین په اسلام کې د ځانونه قرباني کړي دي مسلمانانو نن یو څو کسه د شریعت په اساس جزا ورکوو چې تاسو دپاره عبرت پیدا شي
ایشه که دا کافر ایشه که تو دیو سزا مرگ دی د قاضي صاحب په فرمان دغه کافر او د طالبانو عکسونه اخیستل او موږ سره سندونه هم شته نو د دې دپاره سزای موت مګر خلکو دغه ښځه کافره ده د کافر تبلیغ یې کوو باید د قاضي صاحب په امر باندې باید چې د دغې ښځې سر یې پرې کړی شي شاهدش بکن خدا میفهم د قاضي صاحب په فرمان هغه هنجلۍ چې ځان نه هلک جوړ کړی و هغه راولئ مسلمانانو هر کس چې دغسې کار وکړي نو سزا به همدغسې وي زمونږ په ګران مقدس اسلام کې دغسې کارونه هېڅ وخت نه منځته نه دي راغلي لکه نن چې موږ او تاسو ګورو ولې چې زمونږ او تاسو باندې ډېرې کلکلې راړي او ډېرې لاړې ما بخلی دی دین دنیا ته مامور دا جلۍ چې کسو کوی نه لري او یتیمه ده په شرعي په وکالتن سره ما درکړې و تا قبوله کړه قبول کنه قاضی صاحب میرے بیرت مادر میں قاضی صاحب مادر میرے بیرت خدا خیر خیر ببینی بیا دغه جلۍ چې د ملا صاحب په نکاح کې شوه اسلامي شرایط په ځای شو نعره تکبیر نعره فاطمه سر دیوار بگیر فاطمه سر دیوار بگیر سرخانک مال یار بگیر فاطمه سر دیوار بگیر ليلى ولد ليلى قلهم شد ليلى دنگ 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 ليلى ولد ليلى دنگ قلهم شد ليلى دنگ 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 ليلى ولد ليلى قلهم شد ليلى
Dango, 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 dango. Dango, 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 dango. بیا. خدا خیر نده طالبا را، خانه ما را، جای ما را، زندگی ما را، درد باغ ما را، بطه ما را هیچ چیز نمان بر ما. مرگر و ملای ماجد نکاح کتی طالبا به زور، خیر نمینم زندگی ما برباد کتی طالبا. خدا خیر و باره نده این ملا را. سک دختر جان، ما اول مهاجر شدیم، بعد از برادر ما امی طالبا بردن از خانه، برادر ما کشتن، شهید شد طالبا. بعد از او این مرا گرفتن به ملای ماجد نکاح کردن دادن. روزگارم خوب نیست. دادی زمات پغش پابانه چی نکرزی و هلی زمانی که ملا بزرگ وقت ولما بزانت نکاح کردم. زمان واسه ملا سرام گذران نکیږي، قبول ما مجبور یم، مجبور دولت سره کار کوم. سبب کوم زی په زور په دغه باندې نکاح کړم بوزم د پوره ځواني د زما نکریزو د شپه نو زاړه د اوښتو کار د پښتو سره مو ګذران لري چې مجبور پوره ځواني ګذران سره کوم نه کینې څنګه به وکړم په زور باندې دا کار باندې وسنو دغه کار دی نو څه وکړم چې چاره مونږ کېږي نو لیلو ولد لیلو گل خمچه دی لیلو دنگو دنگو دنگ دختر کجاست؟ خون نیست، خودم پیداش میکنم. لیلو ولد لیلو گل خمچه دی لیلو دنگ 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 لیلو ولد لیلو گل خمچه دی لیلو دنگ دنگ دنگ
بیا بالا نه بیا بالا خوش کن خوش کنی خوش کنی خوش کن خوشت نه این آقای از خودت هست همین اینمی از توست Hello.